الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى این حلقه 52 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس ان شاء الله در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به موضوع شرک دارد به شما بیان کرده می شود. در حلقه های گذشته به شما بیان گشت که چهارمین شرط صحت لا اله الا الله این اخلاص است. وقتی که اخلاص نیست شد، انسان ایمانش، توحیدش قبول نخواهد شد، زیرا بجای اخلاص ضد اخلاص خواهد آمد که این شرک است. پس ضد اخلاص این شرک است و معنی شرک لغتا و شرعا و نمودهایش و دلیلها برای حرام بودن شرک از قرآن و سنت و نمودهایش به شما البته علاقه شرک به نواقض الاسلام به دیگر توحید و غیره ذکر کرده شد. در این حلقه شرک را به اعتبارهای گوناگون ذکر میکنیم و بعد از این به مثال آوردن از شرک اکبر به مانند شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت صحبت خواهیم کرد. پس شرک تقسیم می شود. قسمهای شرک و اعتبارهای شرک را به شما ذکر میکنیم. تا امروز همه من و شما فقط شرک را وقتی که شنیده ایم یا که به کسی دیگر تعلیم داده ایم و گفتیم فقط از یک نمود اعتبار به مردم بیان کردیم، از اعتبار خطرش، یعنی شرک اکبر و اصغر. همه میدونند وقتی که میگید که شرک به چند قسم تقسیم میشد میگن که به دو قسم، اکبر و اصغر. اما این از کدام اعتبار؟ از اعتبار خطرش. و این چنین اعتبارهای دیگر وجود دارد. 5 اعتبار دارد. اولا اعتبار نوع نمودهای شرک. دوما اعتبار خطر شرک، از جهت خطر به چند قسم تقسیم میشد. سوما از جهت شرک ظاهری و باطنی، یعنی آشکاری و پنهانی. چهارما از جهت سبب‌های به وجود آمدن شرک، آلتی به وجود آمدن شرک، آلت اسباب‌های به وجود آمدن شرک. پنجم از نظر رد، انکار و از جهت شریک ساختن به الله یا که انکار کردن الله سبحانه و تعالی، شرکایی که به همین تعلق دارد ذکر میکنیم. اعتبار اول این از اینوبت گرفته می شود به اعتبار نوع، نمود شرک. اعتبار اول اعتبار نوع است. ما وقتی که شرک رو به شرک نظر میکنیم، شرک رو میبینیم که از کدام نمود شرک است. پس از نمود شرک به دو قسم تقسیم میشد: شرک در ربوبیت، در یگانگی الله سبحانه و تعالی در آفرینش و خلق و رزق و ربوبیت، و شرک در الوهیت، شرک در عبادت. از نظر اعتبار دوم، اعتبار خطر شرک. بعد از این که ما شرک رو نظر کردیم که از کدام طرفی، از کدام نمود شرک است، مثلا نظر کردیم یک انسان رو شرک رو انجام میدهد، نظر کردیم که این کدام نمود شرک رو انجام میدهد، دیدیم که شرک عبادت رو انجام داده است، یعنی شرک الوهیت رو، شرک در الوهیت رو، یا که شرک در ربوبیت رو انجام داده است. بعد از این که فهمیدیم که کدام نمود شرک رو انجام میدهد و در کدام قسم است، ربوبیت در قسم ربوبیت یا که در قسم الوهیت، بعد از این نظر میکنیم که شرکش خطرش تا کدام درجه است، انسان را کافر میکند یا نمیکند. پس اعتبار خطر شرک رو نظر میکنیم. اگر شرک از شرک اکبر باشد، پس میگیم که این انسان کافر شد، عذری ندارد، کافر است، مشرک است، خارج من ملت الاسلام است، باید توبه کند. اگر توبه نکرد و وفات کرد، الله سبحانه و تعالی او را هیچگاه نمی بخشد و ابدالابد در دوزخ خواهد سوخت. و از جهت دوم شرک اصغر. شرک اصغر یعنی از جهت خطر وقتی که نظر میکنیم، شرکی که انسان رو
از ملت اسلام، از دوره اسلام، از مسلمانی بیرون نمیکند. انسان را مشرک کافری اکبر نمیکند، بلکه مشرک اصغر یا که کافر اصغر، کفر دون الکفر است. که عقیده اهل سنت در این مسئله این است که هر کسی که این عمل را انجام داد، شرک اصغر را، این گناه کبیره را انجام داد و باید توبه کند. الله رحمان و رحیم و بخشنده مهربان است. اما کسی که توبه نکرد و وفات کرد، الله کسی را که خواهد میبخشد. از توبه نکرده هم کسی را که خواهد میبخشد، اما این انسان ها مستحق عذاب هستند، باید عذاب کشند. اما الله کسی را خواست میبخشد. من و شما نمیدونیم که الله کی را میبخشد. اما وقتی که دوزخ هم که اگر درآمد، عاقبت الامر به درجه گناهش میسوزد و عاقبت به جنت خواهد رفت ان شاء الله. که این عقیده اهل سنت و جماعت نسبتی گناه کبیره است و شرک اصغر و کفر اصغر این گناه کبیره است. شرک اصغر به خصوص گناه کبیره است. نظر میکنیم بعد از این به اعتبار سومش میبینیم که انسان شرک را در الوهیت ربوبیت انجام داد. فهمیدیم که شرک اکبر یا اصغر است. میبینیم که شرک آیا ظاهری هست یا پنهانی است. زیرا که شرک مشرکان تقسیم می شود به شرک ظاهری آشکارا انجام دادن، یا که شرک باطنی که درونی، پنهان و خفی. و بعد از این رو فهمیدن میبینیم که این شرک به کدام اسباب به وجود آمد، به کدام آلت به وجود آمد. به آلتی میبینیم که سبب این شرک به وجود آمدنش به واسطه چی بود؟ به واسطه زبان، آلت زبان، یا که آلت جسم، یا که به اعتقاد. برای من علما در کتاب عقیده به اعتبار الاله نیستند. بعضی شرک‌ها هست که شرک‌های فعلی هست، عملی، و بعضی شرک‌های هست که شرک‌های اعتقادی، و بعضی شرک‌ها هست که شرک‌های زبانی، که به همه این ان شاء الله به شما مثال‌ها میاریم. و از اعتبار پنجم نظر میکنیم که شرک تقسیم میشود به شرک تعطیل، سلب کردن، انکار کردن، تعطیل و سلب و انکار، و شرک تندید، به الله کسی را یا چیزی را شریک دادن، نید ساختن، مانند کردن، تمثیل، یا شرک ایجاد، یک چیز را ایجاد و پیدا کردن مثل الله سبحانه و تعالی، اعوذ بالله من ذلك. و شرک اثبات، یعنی غیر الله را مثل الله اثبات نمودن. یعنی از اعتبار پنجم شرک انکار و شرک و اثبات گویا. سبحان الله. و این چنینه که به شما ان شاء الله معلوم است، شرک نمودها دارد و به نمودها تقسیم شد. مانند شرک در دعوت، شرک در محبت، شرک در اراده و شرک در طاعت، شرک در احیا، شرک در اموات مرده ها، شرک قبور، شرک قصور به مانند شرک قبور، به مانند دعا، شرک قصور به مانند حکم، قصر کردن در حکم، یعنی شرک عناد، قصدن، شرک جهل، شرک اعراض و رد، شرک جهل، شرک تکذیب، شرک شفاعت، شرک استقلال و غیره. پس این نمودهای پنجگانه که اعتبار پنجگانه که در بالا به شما ذکر نمودیم، از اعتبار نمودش، از اعتبار خطرش، از اعتبار ظاهری و پنهانیش، از اعتبار آلتهای شرک، از اعتبار ترک و سلب و از اعتبار ترک و ایجاد و اثبات، اینها یک تقسیمات بود که به شما من باب فایده ذکر نمودیم تا که شما این نمودها را فهمید و وقتی که مشرک را دیدید فهمید که این شرکش از کجا است، چی است و خود را از شرک دور بگیرید. بارک الله فیکم. پس بیاید ما اولا نمود شرک را نظر بکنیم. ما گفتیم شرک به اعتبار نوع، شرک از اعتبار نوع به دو قسم تقسیم می شود: شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت. نظر میکنیم به نمودها و نوعها و صورتها و مثالهای در مسئله شرک در ربوبیت، در نوع اعتبار نوع را کمی شرح میدیم. قسم اول اعتبار نوع را میبینیم: شرک در ربوبیت. نمودهای شرک در ربوبیت. نمود اول این شرک تعطیل است. شرک تعطیل یعنی شرک انکار، شرک سلب، شرک انکار. انمین شرک در ربوبیت است.
شرک در نوع ربوبیت است. سبحان الله. و البته شرک تعطیل هم، یعنی شرک انکار و سلب هم در زیرش صورت ها دارد، صنف های گوناگون دارد، نمودها دارد. یکمین نمود شرک در تعطیل و بزرگترین شرک در تعطیل یعنی انکار، این انکار کردن وجود الله عز و جل است. و قول بر این که، یعنی گفتن بر این که سخن به این که طبیعت خود به خود به وجود آمده است، طبیعت خودش رو خودش خلق کرده است، و یا که عالم خود به خود به وجود آمده است، یا سخن به این که، یا که اعتقاد کردن به این که این زمینی قدم هست، یعنی عقیده وجود دارد. ان شاء الله آینده به شما بیان میکنیم به قدم العالم. مقصد از این عقیده این است که میگند این عالم به نهایت قدیم است، ازلی هست. همین عالم ما ازلی هست میگند، ماده ازلی دارد، یعنی اول از اول بود، یعنی صفت اول آخری که ما این رو نام الله و صفت اول و آخر رو به الله میتیم، این رو اونها میگن که این به همین زمین داده میشد. اعوذ بالله. این مثال شرک در تعطیل است. این چنین عقیده، این عقیده شرک در ربوبیت در نمود اولی شرک در ربوبیت شرک تعطیل، انکار و سلب است. یا که عقیده داشتن برای اینکه همین عالم آهسته خود به خود به وجود آمده است و کم ترقی می‌یابد و انسان اصلش میمون بود و انسان هم کم آهسته به واسطه طبیعت انسان شد. هر کسی که این عقیده رو دارد داند که این مشرک است و شرکش شرک در ربوبیت است و از نمودی یکم ربوبیت شرک در تعطیل است، شرک در انکار است، یعنی انکار وجود الله شده است. وقتی که شما انسان رو قبول نمیکنید، همچون انسان شما الله رو قبول ندارید، خالق بودن الله رو قبول ندارید. اعوذ بالله من ذلك. اما افسوس که وقتی که این ملت مسلمانان تاجیک، ازبک، آسیای مرکزی، قزاق، قرغیز را وقتی که این کفار روس، کمونیست های ملحد، طبیعت پرست، مشرکین به زیر مستملکه خود تصرف کردند و امارت بخارا را شکست دادند، سبحان الله 700 سال و 100 سال به ما همچنین تعلیم دادند، الحاد را تعلیم دادند، شرک را تعلیم دادند که در مکتب میانه خوندیم و تعلیم گرفتند اجدادهای ما و حالا هم تعلیم میگیرند که گویا طبیعت خود به خود به وجود آمده است، طبیعت قدیم است و ازلی هست و اینچنین ماده دارد و اینچنین، و انسان اصلش میمون است و زمین در بالای فیل است، فیل در بالای سنگ پشت است و غیر ذلک و غیر این دیگر عقیده های باطل که همه از شرک انکار و تعطیل است و شرک در ربوبیت است و این شرک اکبر است و تعلیم گرفتن در این چنین مکتب ها حرام است. برای همین برادرم و خواهر موحدم، هجرت کردن از این چنین زمین، از این چنین دارالکفر و از این چنین مکان و دولت برای هر یک فرد مسلمان واجب است، زیرا که کودک شما در مکتب شرک می آموزد، شما به مسجد رفته نمیتوانید، زن شما حجاب انداخته نمیتواند، مرد سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را انجام داده نمیتواند. حتی بعضی از مردان امروز مرتد شده شدند از سبب ترک کردن عملهای که الله سبحانه و تعالی فرض کرده است. سبحان الله. یا که عقیده کردن بر این که این عالم دو خالق دارد، دو آفریننده دارد، به مانند عقیده مجوسی ها که میگن اینها اله نور و اله ظلمه. آتش پرستان میگن این دنیا دو آفریدگار دارد، خالق دارد، اله نور، معبود نور، و اله ظلمه. این البته باریت است، ولو کان الله سبحانه و تعالی میگوید که خودش اگر دو اله میشد لفسدتا، حتما این دنیا فاسد میشد، رسوا میشد و نابود میشد. از نظر عقل هم ناممکن است. این مثال الله سبحانه و تعالی مثال عقلی است، نص قرآن مثال عقل را میارد. یا که اعتقاد به تناسخ الارواح،
یعنی امروز عادتاً بودیست ها در هندوستان و در کشمیر و غیره عقیده دارند که وقتی که انسان وفات کرد، عادتاً عقیده بودیست هاست، بود پرستان و مشرکان میگن که انسان وقتی که وفات کرد، روحی همین انسان میبرد به دیگر انسان داخل میشد. انسانی که نو تولد شده است به وی داخل میشد. یعنی روح ابدی هست، میگن ازلی هست. روح انسان هیچگاه نابود نمیشود. جسم نابود میشد، روح میستد. همه این مثال های آورده ما نمود اول به نمود اول، مثال نمود اول در شرک، مثال در شرک در ربوبیت بود که این مثال نمود اول شرک انکار است و مثال اول به شرک انکاره که شرک انکار نمود اول به شرک در ربوبیت است. بارک الله فیکم. مثال دوم به شرک انکار و تعطیل و سلب که در زیر شرک در ربوبیت است، از قسم ربوبیت است، یعنی شرک در ربوبیت است. انکار نمودن نامهای الله، صفاتهای الله، فعلهای ربوبیتی الله سبحانه و تعالی. انکار کردن نامهای الله و صفاتهایش، اسما و صفات الله، یا که همان فعلی که تعلق به ربوبیت الله دارد، بمانند رازق، خالق، و انکار کردن این که الله سبحانه و تعالی یگان وصفی ندارد، خصوصا رد کردن علو بودن الله، یا که اعتقاد کردن به حلول، یا که گفتن سخن حلولی و اتحاد و وحدت الوجود. و البته این عقیده ها را ان شاء الله ما به شما بیان میکنیم. ان شاء الله ما مقصد داریم و برنامه داریم در مسئله حلقه های درسی در مسئله و موضوع شرک و نمودهایش. حالا ما در مسئله شرک سخنی که میکنیم این مختصری هست در شرح و تفصیلات در باب لا اله الا الله. اما وقتی که ما ان شاء الله حلقه های خاص را در شرک و مفهومش و تقسیماتش صحبت میکنیم، این شرک حلولی، اتحادی، وحدت الوجود به شما کاملا بیان کرده میشد. یا که انکار کردن علم الله، اعتقاد کردن به اینکه گویا که الله علم ندارد، این الله جزئیات این دنیا را نمیداند. یا که بعضی انسان ها اعتقاد دارند که الله تا یگان حادثه نشود بیخبر است، نمیداند. اعوذ بالله من ذلک. ما عقیده داریم که مسلمان ها، اهل سنت و الجماعت به خصوص، عقیده حق همین است که قرآن و سنت هست در این مسئله دلالت میکند که الله عالم الغیب است، یعلم السر و اخفى، چیزهای پنهانی، چیزهای آشکاری همه را میداند. شما حال یک عمل را انجام نداده میداند. پیش از انسان را 50,000 سال پیش خلق کردن تقدیر من شما را نشان است. ان الله كتب مقادير الاخلاق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله تقدیرهای بنده را نوشته کرد، هر یکی من شما را نوشته کرد که از دنیا آمدنمون تا وفاتمون چی میشویم، تا جنت و دوزخمون نوشته کرد پیش از آن که زمین و آسمان را خلق کند 50,000 سال پیش. الله اکبر. پس الله عالم است. پس یا انکار کردن قدرت الله و شک کردن در الله، یا عجز را به الله نسبت دادن، این همه مثال شرک در تعطیل است. مثال شرک انکار که از نمودهای شرک در ربوبیت است. مثال سوم به شرک تعطیل، شرک انکار و سلب، این انکار کردن رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، دروغ شماریدن رسول الله و اعتقاد کردن به این که رسول الله خاتم الانبیا نیستند، اعتقاد کردن به این که گویا که بعد از رسول الله با انبیا آمدنش ممکن است و غیر ذلک. اینها همه شرک تعطیل است، شرک انکار است. انکار کردن دوباره زنده شدن، انکار کردن حساب و کتاب، انکار کردن کتاب‌های الله، انکار کردن دین الله سبحانه و تعالی، شریعتش، امر الله، نهی الله. همه این مثال‌های که آوردیم، این مثال‌های تعطیل در ربوبیت الله سبحانه و تعالی است. یعنی مثال در انکار ربوبیت است. تعطیل به معنای انکار سلب، تعطیل کردن ربوبیت الله رب العزة والجلال است. آن الله که خلق و امر به او باز میگردد. و همه این مثال های آورده امان داخل می شود در شرک تعطیل، یعنی شرک انکار،
شرک انکار الله، انکار شریعتش، دینش و رسولش. و مثال دیگر به مانند عبادت کردن غیر الله سبحانه و تعالی. البته عبادت کردن غیر الله سبحانه و تعالی این مثال توحید شرک، البته شرک در ربوبیت نیست. البته عادتا در عبادت شرک کردن را، شرک انجام دادن را، شرک عبادت را علما مثال می آورند به قسم شرک در ربوبیت. اما عبادت غیر الله را انجام دادن می شود مثال به شرک در الوهیت و اینچنین شرک در ربوبیت. همین عبادت را به غیر الله انجام دادن این انکار الله است. انکار الله از عبادت است. یعنی گویا که شما انکار کرده شدید که همین عبادت الله به نباید انجام داده شد. یعنی عبادت را به الله انجام دادن را انکار کرده شدید و غیر الله یک چیزی دیگری را مستحق همین عبادت دانسته شدید. اعوذ بالله من ذلک. پس این شرک در عبادت است. اما از دو جهت وقتی که نظر میکنیم همین شرک اینچنین در ربوبیت است و همین شرک نوعی تعطیل است و انکار است. تعطیل کردنی یعنی انکار کردنی الله رب العزت و الجلال از حقش. حق الله را گویا که شما رد کردید. حق الله عبادت است. باید عبادت را به الله انجام بدید. چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ گفتند حق الله علی العباد ان یعبدوه. حق الله به بندهش این است که بنده باید الله را پرستش کند ولا یشرک به شیء و به الله هیچ چیزی را شریک ندهد. و حق الله به بنده این وقتی شد، حق بنده به الله این است که الا يعذب من لا یشرک به شیء و الله عذاب ندهد همون انسانی را که الله را عبادت کرده است و شرک را انجام نداده است. یعنی وقتی که حق الله را به جا میارید الله حق شما را به جا میارد. حق اولین الله این است که الله را باید عبادت بکنید و به وی دیگر شرک را قرار ندید. یعنی از همین جهت شما الله را گویا که انکار کرده اید و این انکار در ربوبیت است. حق الله را انکار کردن این در ربوبیت، شرک در ربوبیت است. و این چنین گویا که مخلوق را به خالق تشبیه دادن، گویا که صفت ربوبیت را به غیر الله به کسی دیگر دادن که این سبحان الله همه اش می شود بارک الله فیکم مثال به شرک انکار و سلب و تعطیل که این شرک انکار و شرک تعطیل و سلب نمود از نمودهای شرک در ربوبیت است. بارک الله فیکم. و دومین نمود شرک در ربوبیت، ما گفتیم اولین نمود شرک در ربوبیت این شرک انکار است و تعطیل سلب است. اکنون میگذاریم بعد از اینکه 5 مثال و 4 مثال را به شرک ربوبیت یعنی شرک تعطیل که در قسم ربوبیت است بیان کردیم، بعد از میگذاریم به نمود دومی شرک در ربوبیت. نمود دوم شرک تمثیل، شرک مانندی کردن، شرک تندید، شریک ساختن، شرک در ربوبیت، تندید در ربوبیت یعنی شریک ساختن چیزی به الله در ربوبیت یا که مانند کردن الله سبحانه و تعالی در ربوبیت. اولینش تشبیه کردن مخلوق به خالق. اولین نمود شرک تمثیل و تمدید در ربوبیت که این نوع دوم است، این تشبیه مخلوق، چیزهای خلق شده که در این دنیا میبینید که همین چیزها رو الله خلق کرده است به خالق است. هر کسی که مخلوق را، چیزها را به الله، به خالق تشبیه کند یا که خالق را، الله را به این چیزهای مخلوق تشبیه بدهد، این شرک در تمثیل و در تمدید و در ربوبیت انجام داده است و این قسم ربوبیت است. یعنی شرک انکار و سلب و تعطیل هم در زیر شرک در ربوبیت است، شرک تمثیل هم در ربوبیت است. البته همین قسم در الوهیت هم، در شرک در الوهیت هم ذکر می شد و این هم صورت ها دارد، مثلا نمود ها دارد. مثالش رو ذکر میگم. بمانند اینکه اعتقاد به این که غیر از یا که با همراهی الله یک معبودی دیگری وجود دارد. یعنی هر کسی که اعتقاد بکند که با همراهی الله یک معبودی دیگری وجود دارد از مخلوق ها، از این چیزایی که در دنیا هست، از این مخلوق ها یگان چیزی هست که مثل الله باشد. بمانند رافضه و حسین رو مثل الله میگن، اعوذ بالله من ذلک. یا که علی میگن که این اله است. این شرک در تمثیل، شرک نمودش مانند کردن است، اما شرک در ربوبیت است. یا که اعتقاد کردن به اینکه غیر الله یگان چیزی دیگر از مخلوقایی که الله خلق کرده است خلق میکند، یگان چیز به قدرت است خلق کردن و رزق میدهد، عبادت کردنش جایز است غیر الله.
کسی که این عقیده رو داشته باشد این هم مشرک است. مشرک و شرکش شرک تمثیل و تمدید در ربوبیت است. یا که صفت قدرت شامله، قدرت کامل به پررگی، این قدرت شامل کامل را که از صفت الله سبحانه و تعالی است به یک مخلوق دادن. صفت قدرت کامل شامل به مانند تصرف کردن این کون، نگاه داشتن این زمین و آسمان، تدبر کردن امرهای زمین و آسمان، دانستن علم و غیب، صفت تشریع و تحلیل و تحریم، امر و نهی و غیر ذلك، همین چنین چیزها رو به یک کسی جایز دانستن. البته این شرک است. پس بارک الله فیکم، اینها شرک های تمثیل است، یعنی مخلوق رو به خالق، به الله سبحانه و تعالی منام کرد. نمود دوم از مثال شرک تمثیل، نمود اول تشبیه کردن مخلوق به خالق بود. ما این مثالی که وردیم همه چیزها مخلوق رو به خالق کسی که تشبیه کند. نمود دوم تشبیه کردن خالق به مخلوق، به مانند سخن یهود که لعنهم الله در سوره مائده آمده است که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 64 میگه و قالت اليهود ید الله مغلوله. یهود گفت که دست الله بسته شده است. ببینید الله را به مخلوق نسبت داد. دست الله بسته شده است رو گفت که دست الله گفت که مثل دست بنده بسته میشد. اعوذ بالله من ذلك. و این چنین به مانند اینکه گفتند ان الله فقیر و نحن اغنیاء، ان الله فقیر و نحن اغنیاء. یهود گفت که الله فقیر است ما و ما بایستیم. الله را به مخلوق نسبت داد، خالق را به مخلوق نسبت داد. این شرک است و این شرک در ربوبیت است، شرک تمثیل. یا به مانند سخن نصارا که نصارا از اهل کتاب گفتند که الله صاحبه دارد، دوست دارد، یعنی الله گویا که زن دارد، اعوذ بالله، صاحبش همین است. و الله فرزند دارد میگند و فرزندش عیسی است. البته عقیده نصارا همین است که عیسی را پسری الله سبحانه و تعالی میدونند، لیکن این باطل است و این غلط است و این شرک در مانند کردن خالق به مخلوق است. یا به مانند سخنهای قبوریه ها که میگویند الله سبحانه و تعالی احتیاج به واسطه دارد، یعنی الله محتاج به واسطه است، یعنی هیچ کس به الله راست رفته نمیتواند. الله محتاج است که بین خودش و بین بندگانش یک چیز واسطه باشد. اگر واسطه نباشد الله ما رو بخشیده نمیتواند. میگن اعوذ بالله من ذلك. و اونها مثال میارند به مانند پادشاهای دنیا، یعنی چخیلی که پادشاهای دنیا برای اداره مردم واسطه ها دارند و به واسطه به پادشاه نزدیک شدن ممکن نیست و پادشاه به مردم نزدیک شدن ممکن نیست، این چنین میگن الله همین طور است و احتیاج به واسطه دارد. اعوذ بالله من ذلك. این شرک در تشبیه کردن خالق به مخلوق است. این غلات القبوریه الله را به پادشاه این دنیا تشبیه میدهند. برای همین وقتی که میگید که ما واسطه نمیگیریم، واسطه گرفتن حرام است، اونها میگن که به نزد پادشاه تو چه خیلی در آمده میتوانی، چه خیلی که به نزد پادشاه خودت دروازه‌اش رو شده راست در آمده نمیتوانی، مجبوری که به واسطه روی، به نزد الله هم به واسطه میروی. در اینجا ببینید یک چیز رو اهمیت، الله را به کی تشبیه داده شده است؟ الله را به یک پادشاه این دنیا که این انسان است. این رو میگن شرک و شرک تمثیل و تمدید و شرک در ربوبیت است. اعوذ بالله من ذلك. عقیده صوفی قبوری همین است. و به مانند سخنهای ممثله ها، کسایی که الله را تشبیه میدن، مذهب ممثله آنونه که الله را به خلقش تمثیل میدن، مانند و تشبیه میکنن، یا که صفاتهای الله را به صفاتهای خلقش، یا که الله را صفات میدهند به صفاتهایی که خودش را الله به همون صفاتها نام نداده است. بعضی صفاتهای الله به الله میدن که الله این صفاتها را به خودش نداده است. سبحان الله. پس بارک الله فیکم، این همه مثالهایی که آوردیم این مثالهای شرک در ربوبیت بود و ما در همین شرک در ربوبیت این مثالهایی که آوردیم همه اش در دو نمود بود. نمود اول شرک در ربوبیت، نمود اولی شرک در ربوبیت شرک انکار و
تعطیل بود. نمود دومی شرک در ربوبیت، این شرک در تمثیل، مانند کردن و تشبیه و تندید بود. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و در حلقه آینده نمودها و مثالهای شرک در الوهیت رو به شما ذکر میکنیم، به مانند شرک اعتقادی، شرک عمل قلب، شرک و غیره.